به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجی هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 می. در شرایط کووید 19 طبیب توجیک در ولایت ختلون پسندوزی حج خود را برای کمک به همکسبانش مصرف کرد. خلط‌های یک کرته، خلط‌های 20 کرته، چیزی که لازم است برای دختران ما که باید اول ما خود را محافظت کنیم صرف کردیم. هواپیمای مخصوص جسدهای زادگان تاجیکستان را از روسیه به وطن می‌آورد. مهاجران زیادی تاجیک همان چشم برای پروازهای چارتری هستند. مسکو جسدهای مهاجرای تاجیک با علاوه 220 نفر شهروندان تاجیکستانی که از توقفگاه‌ها یا به اصطلاح اسپیسپریامناک‌ها آزاد می‌شوند باید به تاجیکستان برگردند. و در انتظار بازگشت صدها شهروند قرقیزستان و ازبکستان در منطقه نزد مرزی زیر خیمه زندگی دارند. تاجیکستان از روی شمار فوتیده ها از کرونا ویروس نو در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای اول برآمد. بنا به اطلاع رسمی تا روز 18 می گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به 1729 نفر رسیده و 2 کسی دیگر هلاک شدند. اکنون تعداد فوتیدگان از این بیماری 41 نفر را تشکیل می‌دهد. بعد رسما اعتراف کردن وجود کووید 19 در تاجیکستان و تا قبل از آن سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با پیامدهای بیماری به ارسال کمک مالی و طبی ادامه میدن. اما طبیبان و پرستاران تاجیک به شدت از نارسایی وسایل محافظتی در بیمارخانه ها شکایت میکنند. در حالی که این بحث ادامه دارد، محمود جان رحمتزاده و براد یوسفی میگویند یک پزشک ختلانی مبلغ حج خود را برای همکسبانش صرف نموده است. شیرین نظیرمدова طبیب 60 ساله بیمارستان مرکزی ناحیه فرخار سال جاری نیت داشت به زیارت مکانهای مقدس اسلامی رود و ادای حج کند. با این هدف مقدار پول پسنداز کرده بود. اما شیوع پاندمیای کرونا در جهان و تاجیکستان این نیتش را برای امسال به هم زد، زیرا امسال مراسم حج نیز به تأخیر افتاد و او نیز تصمیم گرفت مبلغ پسنداز کرده‌اش برای حج را در مبارزه با کرونا خرج کند. منم از این مبلغ 10,000 سومانی به بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخار، نقابی برای کارمندان، اپارات‌های داروزنی برای هر یک شعبه، داروواری به همه کم و کاستی هایی که در بیمارخانه ها بودن یاری رسونده ایستاده ایم. خلط‌های 1 کرته، خلط‌های 20 کرته، چیزی که لازم است برای دختران ما که باید اول ما خود را محافظت کنیم صرف کردیم. اگر ما سالم باشیم ما جامعه رو نگاه میکنیم. خانم نظیرمدова صرف نظر از سن و سال و خطر سرایت شوی در صف پیش تبابت گرفتاران کرونا ویروس در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخار است. به قول او در شرایط فعلی قبل از همه خود طبیبان به حمایت مخصوصا لباس و لوازمات حمایت فردی نیاز دارند. این کمک طبیب به طبیبان در ناحیه فرخار در شمار کمک‌هایی است که خود ساکنان و پشتیبانی از آنها هر روز به بیمارستان میرسانند. هر روز خریدی هست، هر روز به مبلغ 10,000 15,000 20,000 به بیمارخانه ما یاری میرسانند. از همه طرف نوابسته از در کدام گوشه جمهوری زندگی میکنن به ما یاری رسیده شده است و من به این جوان مردان بسیار مینداری بیان میکنم. هم به بیماران یاری آنها میرسد، هم به طبیبان یاری آنها میرسند که ما از این بی نهایت خرسند هستیم. این خانم طبیب واکنش جامعه تاجیکستان به خصوص مردم عادی در مبارزه با بیماری کووید 19 و قبل از همه پشتیبانی از طبیبان را غیر منتظره عنوان میکند. او میگوید احساس میشود که ساکنان در پشت سنگر مبارزه با کرونا ویروس و دستگیری بخش تندرستی کشور متحد شدند. این ما رو بی نهایت روح بلند میکنند، بی نهایت دستگیری میکند که همه در فکر ما هستند و بی‌طرف نیستند. هر یک فردی که حس میکند این آفتی که در تمام جهان هست، این کرونا ویروس، هر یک حس میکند ما رو دستگیری میکنند. این ما رو بی نهایت روح بلند میکنند و یک الهام نو میبخشد، یک الهام تازه میبخشد، یک الهام میبخشد که ما نترسیده نه هراسیده خدمت طبیبی خود را به بیماران رسانیم. در برابر مردم عادی افراد سرمایه‌دار و مقامداران حکومت نیز به بیمارستان و ساکنان نیازمند کمک می‌رسانند و این یک بخش خبرهای رسانه‌های دولتی است. همچنین سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف فعلا به تاجیکستان کمک‌های زیادی بشری می‌رسانند. وزارت تندرستی تاجیکستان که مسئولیت دریافت کمک‌های طبی این یاری‌های بشردوستانه را بر عهده دارد، فعلا حجم عمومی کمک‌ها و شیوه تقسیم و دسترسی آن مواد به بیمارستان و طبیبان را اعلان نکرده است.
در عین زمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به سازمان جهانی تندرستی گفت اگر این مؤسسه سازمان ملل متحد وعده ندهد که در دوام 30 روز کارش را بهبود می‌دهد، آمریکا عضویتش در سازمان را به طور دائمی قطع می‌کند. ترامپ از واکنش این سازمان به پاندمی کرونا ویروس قناعتمند نبوده 18 می در پیام بر رئیس سازمان جهانی تندرستی این نکته را ذکر کرده است. روز دوشنبه ترامپ سازمان جهانی تندرستی را لختک چین نامید. سازمان جهانی تندرستی میگوید تفتیش مستقلانه عکس‌العمل این مؤسسه به سرایت کرونا ویروس را تنظیم خواهد داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی قرار است امروز یک هواپیمای مخصوص برای انتقال جسدهای مهاجران تاجیک از روسیه پرواز انجام بدهد. این مهاجران میباشند که با سبب‌های مختلف در روسیه افتیده و پیوندانشان در انتظار باز شدن مرزها جسدها را در سردخانه نگاه می‌داشتند. عزت امان حامی حقوق مهاجران میگوید انتظار می‌رود این هواپیما برخی از مهاجرانی را که در بازداشتگاه موقتی قرار دارند به وطن برد. امروز باید که یک هواپیمای چارتری یا فرمایشی تاجیکستان باید از مسکو جسدهای مهاجرای تاجیک با علاوه 220 نفر شهروندای تاجیکستانی که از توقفگاه ها یا به اصطلاح سپیسپریامناک ها آزاد می شوند باید به تاجیکستان برگردند. در ضمن وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید ستاد مبارزه با کووید 19 در صدد ترتیب دادن یک جدول بازگردانی شهروندان از کشورهای روسیه، ترکیه، امارات عرب و دیگر دولت‌های میباشد که تاجیکان در آنجا درماندند. در این باره صحبت مفصل را میتوانید در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. بینندگان عزیز، تا این دقیقه برنامه گزارشی داشتیم درباره پزشک خطلانی که مبلغ حج خود را برای همکسبانش تقدیم کرد. همچنین از احتمال پرواز هواپیمای مخصوص به خاطر انتقال جسدهای مهاجران از روسیه به تاجیکستان خبر دادیم. بعد یک آگهی برنامه را با گزارش‌های دیگر پی میگیریم. با ما بمانید. برنامه خبری را ادامه میدیم. صدها مهاجر ازبک امکان پیدا کردند بعد انتظاری یک هفته نه از روسیه به ازبکستان برگردند. برای انتقال شهروندان خود که در مرز با روسیه درمانده بودند، حکومت ازبکستان اتوبوس‌های مخصوص را تشکیل کرد. هرچند به گفته مقامات ازبک گرفتن اجازت عبور برای مهاجران از حکومت قزاقستان و روسیه کاری آسان نبود، اما طوری به نظر می‌رسد با برگردانیدن این گروه مهاجران مشکلات برطرف نشد، زیرا حالا شهروندان زیادی دیگر آسیای مرکزی در مناطق نزد مرزی انتظار بازگشت به وطنهایشان هستند. گزارش تلویزیون نسته شیوری رو میرزونبی خالقزاد تقدیم میکند. حالا در خیمه های مهاجران قرغیز در کنار راه آرنبورگ سمر قریب 500 نفر زندگی دارد. آنها شب را زیر خیمه یا ماشین و یا در کوچه روز میکنند. از اینجا تا گذرگاه نزدیکترین از مرز قزاقستان تقریبا 2 ساعت راه است. الدر ابیشف مهاجر قرغیز که 11 روز باز در خیمه های کناری راه زندگی دارد میگوید ما اتوبوس ها را کرا کرده آمدیم ولی اجازه نمیدهند که گذریم. ما حتی خیمه هم نداشتیم و 5 روز زیر یک کوپروک خواب و زندگی کردیم. تا زمان جاری شدن کرانتین در روسیه، الدر در مسکو در یک قهوه‌خانه به حیث آشپز کار میکرد. وقتی کارگاهش را بستند، او به جستجوی راه بازگشت به وطن شروع کرد. اول میگوید او به آنها وعده دادند که در یک پرواز مخصوص به بیشکک برگردانیده میشوند، ولی این پرواز تشکیل نشد.
ба мо хабар расид ки дар як гӯшаи Москав дар меҳмонхонаи шаҳрвандони Қирғизистонро ҷамъ меоранд ва агар шумораи муайяне ҷамъ шуд, барои онҳо парвози махсус ташкил мешавад. мо ба он ҷо омадем, вале ягон ҳавопаймо барои бурдани мо наомад. мо он ҷо мондем ва хӯрокамон фақат макарон буд. Дигар чизе барои хӯрдан надоштем. در میان آنهایی که به امید دریافت اجازه برای عبور مرز در راه زیر خیمه زندگی میکنند زنان و کودکان خردسال هم هستند. یکی از این زنان هم حامله‌دار است. اکثر آنها به سفارت قرقیزستان در روسیه مراجعه کرده و خواستار برگردانیدنشان به وطن شده بودند. مقامات قرقیزستان برای شهروندان خود از کمیته حالتهای فوق‌العاده منطقه ارنبورگ کمک پرسید. در پاسخ کمیته مذکور برای مهاجران خیمه و رخت خواب تشکیل کرد. حالا این خیمه ها را پلیس و کارمندان طبی نظاره می کنند. ساکنان لگر به خوراک و موادهای طبی تامین می شوند. از حکومت ولایت ارنبورگ به بخش نستایه شیوری می گفتند مقامات روسیه آماده اند به مهاجران اجازه بدهند تا قلمروش را ترک کنند. اما فعلا برای روا طریق قزاقستان و نورسلطان، بشکک و تاشکند یگان سازشنامه وجود ندارد. الدر میگوید کسی به آنها در این باره اطلاع نداده بود و حالا معلوم نیست که کی آنها را از مرز رها میکنند تا به خانه هایشان برگردند. ساکنان ناحیه بوزولوک اورنبورگ که در همسایگی خیمه های مهاجران زندگی دارند درباره ساکنان آن کم میدانند. پلیس نمیگذارد که آنها به مهاجران نزدیک شوند. یکی از ساکنان ناحیه گفت در محل خیمه نشین کرانتین جاری شده است و روا به اینجا قطعاً منع است. مکان زیست مهاجران شبانه روزی در زیر حمایه پلیس و طبیبان است. رفت آمد به خیمه‌گاه منع میباشد. هر روز به آنجا آب نوشاکی، هیزم و غذا انتقال داده می شود. مهاجران میگویند در بین آنها حالا کسی بیمار نیست و از طرف دیگر کسی هم از آنها تشخیص از کرونا ویروس نگرفته است. اخیراً ساکنان خیمه های کنار راه در یک مراجعه ویدیویی از رهبریت قرقیزستان برای به وطن بردنشان کمک خواستند. مقامات قرقیزستان خبر دادند که این مسئله حالا در بررسی است. همانگونه که میبینیم هفته‌های اخیر انسان‌ها در هر گوشه دنیا در آرزوی هواپیمایی هستند که از یک منزل به منزل دیگر آنها را برساند. برای چند صد مرغ خوش‌اقبال آمریکایی باشد پرواز چارتری را فرمایش دادند. این مرغان به شرافت کرونا ویروس نه تنها از طعمه شدن رهیدند بلکه توسط هواپیمای مخصوص به مکانی برایشان امن برده شدند. تفصیلات از عبدالله اشرف. اخیراً 1000 مرغ خوشبخت توسط پرواز چارتری از یک فرمه ایالت ایاوا به پناهگاه در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا انتقال یافتند. سرایت کرونا ویروس تقاضا به گوشت در آشخانه ها را به قدر قابل ملاحظه کاهش داد و صاحب مرغ ها هدف داشت آنها را محو کند. سازمان خیریه انیمال پلیس هزارها دلار مصرف نموده این حیوان های نالازم را به پناهگاه تامین کرد. کیم سوتریا مدیر عامل این سازمان میگوید اکنون هر نفری که پرورش این پرنده ها را بر دوش گیرد میتواند صاحب این مرغ ها شود. بسته بودن آشخانه ها تقاضا به تخم مرغ را هم پایین برده است. ماهی مرد 10 دانه تخم در ایالت ایاوا $2.83 نرخ داشت. حاضر در ایالت های به اصطلاح غربی میانه و یا میدوستی ایالات متحده آمریکا که ایاوا هم از آنها می باشد 10 دانه تخم همگی 89 سنت قیمت دارد. رئیس اتحادیه ملی فرمه‌های استحصال تخم ایالات متحده آمریکا کن کیپن ابراز داشت که نرخ تخم در این کشور به حساب میانه 22% کاهش یافته است. و کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ضرری از سیل چند روزی اخیر رسیده به نوع خراسان را حساب کرده است. در مجموع در پی باران‌های روزهای اخیر از این سیل‌ها در 338 خانه استقامتی ضرر دیده است که 14 خانه پره، یک خانه قسما خراب شده و 12 خانه را خود ساکنان جمع و گیر کردند. به قول این کمیته فعلا 28 خانه استقامتی و قطعه‌های نزیافلگی از لوی لویابه توزیع کرده شدند. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تو این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. تا صحبت بعدی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب شبانه روزی گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما از آن است. صبح فردا من شما رو در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خدا نگهدارت.